در افسانه ایرانی انسان فرزند آگاهیه. برخلاف بسیاری از فرهنگ‌ها که انسان رو گنهکار و تبعید شده میدونن. انسان ایرانی یاد میگیره چطور با خردش تمدن رو بسازه و این انسان متمدن در عین مهرورزی و شادی یاد میگیره چطور قوی باشه تا با اهریمن زمانش بتونه مقابله کنه. درود بر شما. من مهربانو هستم و قرار اینجا داستان کیومرث رو براتون تعریف کنم و ابیات زیبای شاهنامه رو براتون بخونم. پس با من همراه باش. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که تاج بزرگی به گیتی که جست. که بود آن که دیهیم بر سر نهاد، تاج بر سر نهاد. ندارد کس از روزگاران بیاد، مگر کس پدر یاد دارد پسر. بگوید تو را یک به یک در به در. اشاره به نقلگویی شاهنامه داره. که نام بزرگی که آورد پیش، کرا بود از آن برتران پایه بیش. چه کسی بالا مقام تر بود و سزاوار پادشاهی. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، چنین گفت کآیین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. فردوسی به ما میگه کیومرث بود که اولین پادشاه جهان شد و آیین و رسم تخت و پادشاهی رو برامون به ارمغان آورد. در ادامه اشاره میکنه که آغاز پادشاهی و شکل‌گیری پادشاهی در جهان و ایران فروردین ماه بوده که آغاز حیات دوباره گیاهه. همونطور که خورشید در شروع فروردین بر زمین میتابه و گیاه رو زنده میکنه، پادشاهی کیومرث هم اون حیات بی جان و بی حرکت رو به حرکت وامی داره و زندگی رو برامون میسازه. بتابید زنسان ز برج بره، که گیتی جوان شد از او یک سره. برج بره منظورش فروردینه. تو نگاه اسطوره‌ای این بیت داره اینو به ما نشون میده که انسان مایه روشنایی و جوانی جهانه، نه مایه تباهی و گناه. انسان از جنس نوره، نه خاک تیره. از جنس آغاز، نه پایان. با ظهور انسان جهان دوباره جوان میشه، چرا که انسان نماد نور و آگاهیه. کیومرث بود که نخستین بار راه و رسم زندگی رو می آموزه، لباس به تن میکنه و خوراک از زمین میگیره و به نوعی آغازگر تمدن و فرهنگ و آگاهی بشر میشه. کیومرث تاج به سر میذاره، تختش رو بالای کوه میسازه و پلنگینه میپوشه و در دوران 30 سال پادشاهیش چون خورشید بر زمین میتابه. همی تافت از تخت شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. تو فرهنگ ایرانی ماه نماد روشنایی شبه، نماد خرد و فره ایزدیه که نورش رو داره از خورشید که همون نماد مهر و ایزده میگیره و به زمین میده. سرو سهی هم خب نماد راستی و آزادگی و ایستادگی. پس کیومرث پادشاهیه که خردش رو از ایزد میگیره و از درون راستی و آزادگی به مردم خودش میتابونه. پسر بود مرو را یکی خوب روی، خردمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. پسری خردمند داشت به نام سیامک. خلاصه که دوران پادشاهی کیومرث چنان نیکو بود که هیچ دشمنی در میان مردم نداشت. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمنا هرمنا. ریمن یعنی مکار. اهریمن مکار تو نهان دشمن پادشاه بود که پادشاه از این قضیه بیخبر بود، چرا که هنوز بدی شکل نگرفته بود و برای اولین بار در جهان ما شاهد تقابل نیکی و بدی در شاهنامه هستیم. سروش به پادشاه پیغام میاره که فرزند اهریمن که همون دیو سیاهه داره سپاه جمع میکنه، در میان سپاه تو نفوذ کرده و حالا میخواد تخت و تاج پادشاهی رو از تو بگیره. سیامک اینو میشنوه، سپاه جمع میکنه، پلنگینه میپوشه و به جنگ با دیو سیاه میره. سیامک بیامد برهنه تنا، بیاویخت با پور آهرمنا.
بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. دیو سیاه با چنگال وارونه قامت سرو مانند سیامک رو خم میکنه. اینجا چنگ وارونه داره اشاره میکنه به این که طبیعت اهریمن معکوس و زشته، یعنی اینکه همه چیزش وارونه است و نماد تخریبه، نسازندگی. فگند تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش جگرگاه چاک. سیامک به دست چنان زشت دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو، بدون پادشاه و رهبر. چو آگه شد از مرگ فرزند شاه، ز تیمار گیتی برو شد سیاه. از غم گیتی برون سیاه شد. وقتی خبر به گوش شاه و مردم میرسه، همه رخت عذاب تن میکنن که فیروزه رنگ بود. در اون زمان فیروزه میپوشیدن که نماد آسمان و پاکی و در عین حال امید به عدالت پادشاه داشتن. 1 سال کیومرث در عزا میمونه تا اینکه سروش پیغام میاره که عزا بسه، وقت پس گرفتن جهان از اهریمنه و پاک کردن جهان از بدی و پلیدی. سیامک پسری خردمند و باهوش داشت که اسمش هوشنگ بود. کیومرث اون رو خیلی دوست داشت. وقت رسم که میشه، کیومرث هوشنگ رو فرا میخونه و بهش میگه که وقت گرفتن انتقام پدرته و اینکه باید اهریمن رو نابود کنیم. تو باید پیشرو باشی، چرا که من رفتنیم و تو سالار نو و پادشاه آینده ایران خواهی بود. پس هر دوتاشون راهی جنگ میشن. سپاهی رو از آدمیان و پری و پلنگ و شیر و گرگ و ببر گرد میارن. این ابیات فردوسی داره به ما یادآوری میکنه که نیروی خرد و نیکی در کنار طبیعت، در کنار اون نیروی طبیعت و جهان هستی که شکل میگیره و میتونه از پس اهریمن و نیروی بدی بر بیاد. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. بر اینکه دیو دیگه ناتوان شده بود، اینقدر که هوشنگ مثل یک شیر قوی بود. کشیدش سراپای 1 سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. شکست دیو به دست هوشنگ. هوشنگ اینجا نماد خرد و هوش و فرهنگ و راهبری شایسته است. شکست دیو سیاه به دست چنین فردی نشون از پیروزی عقل و خرد، پیروزی عدالت و نظم بر هرج و مرج جهان و بر اهریمنه. روزگاری میگذره و کیومرث جهان رو ترک میکنه. جهان فریبنده را گرد کرد، ره سود بنمود و خود مایه خورد. کیومرث جهان رو به نظم و عدالت در میاره و راه سود و فایده بردن رو به آدمی نشون میده و خودش جهان رو ترک میکنه. و در آخر این داستان فردوسی به ما یادآور میشه جهان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس. زندگی انسان مملو از نوسان خیر و بدیه، هیچ چیزی ماندگار نیست. پس باید هوشیار، خردمند و آماده عمل باشی. تندرست و شاد و پیروز و خردمند و نیکو باشی.